کشور ما منتخب جوانان برگزار میکنه در مرحله انتخابی جام آسیا. این هیئت اساسی شریلانکا از دوستان ارجمند در اکنون ما شما قرار میگیرد 11 نفری که هموار کردن میتوانند. یعنی چی خوب 20 ساله ها، چی 17 ساله ها و چی هیئت المپیو گرم از فوتبال کشور از اونهایی که تو 20 ساله کشور شریلانکا. توجه میکنیم به همین هجوم، خیلی حمله خوب، پرتاب به داخل جریمه، امکانیت بهترین ضربه و گل. این دقیقه دوم رقابت از دوستان ارجمند و فوتبالبازان جوانی. گل یکمی منتخب 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا. متوجه میگردیم بله عزیز بگدلیف بود که از کنار اینجا فاس میلوش کوستیچ متخصص اسلاوی نیست، مربی منتخب ما با حساب میرود. امکانیت این زمان پیدا میشود برای فوتبالبازان ما. وقت پاسیو با کنار ارسال به داخل جریمه، گل. یک وضعیت دیگر بهترین گلزنی. امکانیت از ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. ضربه به طرف دروازه، این مرز عزیز بگدلیف بود که هجوم مسرور غفورов پاسیو، امکانیت ضربه و توپ اینجا محمدزاده ارسال به کنار رستم کمالوف، ارسال به داخل جریمه‌گاه. مسرور غفورov توپ را میگیرد. خوب رستم کمالوف ارسال به داخل جریمه‌گاه، ضربه و گل. 2-0 حساب رقابت دوستان ارجمند و مسرور غفورov. توجه میشوین سر وقت خودی مسرور توپ را برگرداند به رستم کمالوف. مسرور در کنار چپ یک نفر را فریب داد، هم برای دو محمدیت مسرور از نفر دوم گذشتن نتوانست. مسرور غفورov اینجا باید پینالتی باشد، باید پینالتی باشد. بله ضربه مسرور غفورov و حساب رقابت 3-0 میگردد دوستان ارجمند. به خطا پینالتی، به یکم شک و شبهه. اول نوبتی پس با خط هجوم، امکانیت اینجا است و مسرور غفورov توپ در اختیار بازیکنان ما. جاویدان خوشوقتوف پرتابی، امکانیت بهترین برای زدن گل و بیلال بوبویف هم میتوانست امکانیت برای ضربه زنی. ضربه زده می شود، یک کوشش دیگر و توپ را فوتبالبازان حمله شریلانکا. این حمله برطرف می شود. حمله خیلی خوب مسرور غفورov به طرف دروازه می رود، هرچه زودتر باید قرار خود را برآورد و این حالت باید با گل انجام میافت. غفورov تبری میبینیم او هم بیرون از میدان می شود. امکانیت برای فوتبالبازان ما، ضربه به طرف دروازه خالی و اگر سرعت این ضربه بلندتر میشد میتوانستیم گل چهارم. در مرکز میدان توپ را میگیریم، ارسال خیلی خوب با خط حمله، وضعیت خوفناک به میان میآید، ضربه به طرف دروازه. زمان در گروه به طور زیل است، بیاید به این هجوم متوجه بگردیم. این وضعیت را دفاعگران برطرف کردند. تاجیکستان خیلی نزدیک است به گرفتن 3 امتیاز. ضربه به طرف دروازه، خیلی ضربه خوب، هجوم خوب فوتبالبازان ما. امکانیت اینجا پیدا می شود برای زدن گل نوبتی، پس باقی و اندکی نرسید. جاویدان خوشوقت و همینطور داور صداشکش را بلند میگرداند دوستان ارجمند. بازی یکم برای منتخب 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 با غلبه کلان بر منتخب شریلانکا جنبست می شود.